بینندگان و شنوندگان گرامی، امروز ما یک برنامه خاصی داریم. یکی از برنامه‌هایی که مدت‌ها داشتیم دربارش فکر می‌کردیم و اون یک مناظره، یک گفتگو بین دو تا کارشناس، یکی کارشناس اسلام آقای هاشمی که شما خود بیشترشون رو میشناسید و همینطور یک کارشناس دیگری آقای دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه فرانسه که ایشون تحقیقات مفصلی در زمینه اسلام و ماهیت آن انجام دادند و به نتایج متفاوتی از آقای هاشمی رسیدند. ایشون به این نتیجه رسیدند که در ماهیت اسلام خشونت وجود داره و این خشونت موجب شده است که اکنون در دنیای خاورمیانه این همه سختی و سختگیری پدید بیاد. اما آقای هاشمی معتقدند که این خشونت در ماهیت اسلام وجود نداره، بلکه در آغاز هم که اسلام پدید اومد هدفش خشونت نبود ولی دفاع از خودش بود و در نتیجه دفاع از خودش جنگ‌هایی پیش اومد که این جنگ‌ها مدت‌ها ادامه داشت و البته بعد از اینکه پیامبر مأموریت خودشون رو در این زمینه تمام کردند و قدرت به خلفای راشدین رسید، در اون زمان شرایط باز یه مقداری فرق کرد و با آمدن خلافت امویه و عباسی و دیگران شرایط دیگه بسیار فرق کرده بود. حالا من اول از آقای هاشمی، آقای عقیل هاشمی، درود بر شما، سلام عرض می کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به این برنامه، خوشحالم که در اینجا هستید و سپاسگزارم از حضورتون. بسیار ممنون جناب آقای حسین پور از اینکه این برنامه ترتیب داده شد. به نظرم برنامه خیلی خوبی باشه و خیلی از حقایق برای مردم و بینندگان عزیز روشن بشه. بسیار ممنون. تشکر میکنم جناب ایجادی. خیلی خوش آمدید به این برنامه. چه کتابخانه خوبی دارید آقا و میدونم که شما اهل فضل هستید، اهل علم هستید. شما به نتایج رسیدید با توجه به مطالعات خودتون که با نتایجی که آقای هاشمی گرفتن فرق داره. شما معتقدید که در ماهیت اسلام اصلا خشونت وجود داشته از اول و اون خشونت ادامه داشته و اون خشونت هست که امروز خودش رو در جوامع اسلامی در ایران، افغانستان و کشورهای اسلامی نشون میده. ما در این برنامه اول 5 دقیقه هر نفر صحبت میکنه و بعد از اون 3 دقیقه. اول در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم شما اون چیز رو که به نظرتون رسیده و ادعای شماست بفرمایید، بعداً آقای هاشمی نظرات خودشون رو ارائه میدن. بله، درود به شما جناب آقای دکتر حسین پور گرامی و همچنین درود به مهمان عزیز شما آقای هاشمی و همچنین درود من به همه ایرانیان عزیز در داخل کشور و خارج از کشور. امروز یکی از مباحث مهمی رو شما در دستور کار خودتون قرار دادید و اون هم مسئله خشونت و رابطه آن با اسلام هست. ببینید، در گذشته ها افراد حوزوی به ما میگفتن که شما نمیدانید قرآن رو و اسلام رو نمیدانید، فقط ما تعریف و تفسیر میکنیم. پس از اون نواندیشان دینی این حرف رو زدن و گفتن که در واقع کار تفسیر درست از جانب ما هست. ولی که خوشبختانه در جهان غرب از حدود 150 سال پیش و به دنبال اون برخی از افراد فرهیخته در ایران و در این دهه‌های اخیر در خارج از کشور افرادی مانند من، علی‌رغم اینکه در واقع پایه درسیشون مانند من در زمینه جامعه شناسی و اقتصاد بوده و هست، ولی به هر حال یکی از رشته‌های جامعه شناسی در ضمن جامعه شناسی دین هست و از این زاویه بود که با توجه به تمام آسیب‌هایی که در جامعه ما به وجود آمد و همچنین دیکتاتوری توتالیتر موجود در جامعه، منو به این فکر در واقع برانگیخت که نتایج کارهای تحقیقاتی خودم رو از جمله در این زمینه این چنین بیان بکنم که چی؟ که ایران ما با خشونت‌ها، با در واقع منشأهای گوناگون خشونت مواجه هستش. یکی از این منشأهای خشونت، منشأ اصلی که امروز می شود روش انگشت گذاشت، اتفاقا در درون خود
باورهای اسلامی و مشخصا خود قرآن هستش. وقتی که ما قرآن رو میخوانیم و در درون 6300 آیه‌ای که در درون قرآن آمده است، به راحتی من در تحقیقاتم به این رسیدم که نزدیک به 1000 آیه در درون این کتاب مقدس مسلمانان آیه هایی هست در ستایش و تمجید خشونت به شکل‌های البته مختلف، که در ارتباط با در واقع اقوام دیگر، در ارتباط با دینداران دیگر، در ارتباط با مخالفین سیاسی پیامبر اسلام و همچنین در ارتباط با زنان و غیر و ذالک. بنابراین وقتی که من نگاه میکنم که اسلام چیست، اسلام پس بنابراین در گام اول اون رو در چارچوب قرآن من میبینم، پس از اون به سنت و تاریخ برمیگردم و پس از اون به تاریخ تا امروز کشیده شده میرسم. بنابراین آنچه که در درون نقطه گام نخستین هست و اون هم در ارتباط با قرآن هست، قرآن برخلاف تمام تبلیغاتی که میکنند، از جمله این که قرآن و در واقع اسلام یک دین صلح هستش و یا این که تمام جنگ‌های محمد جنگ‌های دفاعی هست، اینها در واقع دیگر ارزش به هیچ وجه تاریخی ندارد. شما وقتی که قرآن رو میخوانید متوجه میشید که تمام آیه‌هایی که در راستای زدن و در واقع قتل عام کردن و یا به جهنم انداختن کافر و مشرک و منافق و یهودی و غیر هستش، اینها در واقع چه کسانی بودن؟ اینها مخالفین محمد بودن. اینها یا در ارتباط با فرقه های و قبیله های دیگر بودن. بحث ما این نیست که به فرض محمد با یهودیان آیا حق داشت یا نه. روح و روانی که در درون این کتاب وجود دارد و آیه ها این رو به طور مشخص خدمتون عرض بکنم. در سوره بقره آیه های متعددی داریم در ستایش با عرضم حضورتون که خشونت به شکل‌های مختلف، یا در درون سوره محمد به همین ترتیب. سراسر قرآن در واقع مجموعه‌ای هست از افسانه ها، مجموعه‌ای هست از در واقع جنبه های عبادی و همچنین مجموعه‌ای هست در ارتباط با جنبه به اصطلاح حقوقی و سیاسی. و در این زمینه وقتی که ما نگاه می‌کنیم، خب شما میگویید که انسان‌ها باید پرورش پیدا کنند، انسان‌ها باید در آرامش زندگی بکنند. زمانی که کسی که به قرآن توجه بکند و به در واقع آیه‌های قرآنی رجوع بکند، او دیگر نمیتواند صلح دوست باشد، نمیتواند آرام باشد، مگر اینکه بخواهد در واقع نوعی منیپولاسیون به وجود بیارد، نوعی در واقع غیر واقعی، تفسیرهای غیر واقعی بکند. حال آنکه امروز ما دیگر میدانیم از درون این قرآن هیچ گونه پیام انسان دوستانی وجود ندارد، زیرا قرآن بر چه پایه استوار هست؟ بر پایه در واقع توحید در برابر الله. الله از بندگانش چه میخواهد؟ تسلیم شدن، بنده‌وار زندگی کردن. و اونها چه کسانی هستند؟ اونها مؤمنین هستند، مؤمنین و مؤمنات هستند. تازه در همین سطح هم مؤمنین و مؤمنات فرق دارند، زیرا مؤمنات یا زنان اونهایی هستند که از جمله در سوره نساء در آیه 34 من بعداً تعریف میکنم که چه در واقع خشونتی نسبت به مؤمنات وجود داره. ولی غیر از این دسته‌بندی اول نسبت به دیگران، همه دیگران در واقع ما میبینیم که خشونت در برابر نسبت به دیگران رایج هستش و به این ترتیب هستش که در این لحظه به طور موقت بحثم رو خاتمه میدم. سپاس از شما. تشکر میکنم. اتاق فرمان لطفاً تایمر رو روی سکرین بگذارید که هم من ببینم و هم شرکت کنندگان محترم. سپاسگزارم جناب ایجادی. بله، خب جناب هاشمی، شما صحبت های ایشون رو شنیدید. ایشون 5 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کردن. خواهش میکنم شما هم 5 دقیقه و 30 ثانیه در جواب ایشون هر چی صلاح میتونید بفرمایید. منم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و خدمت جناب آقای ایجادی و بینندگان عزیز. مجددا شروع میکنم از بحث اصلی. یک شباهتی که بین داعش و رژیم خامنه‌ای و خدا ناباوران وجود داره بی این هست که متاسفانه میگن قرآن گفته همه را بکشید، قرآن گفته ظلم کنید. ما میگیم قرآن اینو نگفته،
ما میگیم قرآن گفته احترام بگذارید، قرآن گفته ولقد کرمنا بنی آدم، قرآن گفته همه انسان ها برابرن، قرآن گفته این مباحث. و اگر قتل و کشتار و جنگ این چنینی وجود داره در میدان جنگه. بله، قرآن یک دستور جهان شموله، در همه جوانب زندگی حرف برای گفتن داره، در حوزه اقتصاد، در حوزه امور اجتماعی، در مباحث جنگ وقتی پیش میاد میگه خوب بجنگید چون اون دشمن حمله کرده، شما نمیتونید بهش بگید او رو بغل بگیرید دشمن. به هر صورت این شباهتی که زیاد دیده میشه که نه قرآن خوشونه، ما میگیم نه قرآن این مطلب رو نداره. به هر صورت اگر شما برگردید به تاریخ واقع تاریخ اسلام، من خیلی مختصر میام شروع میکنم. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم زمانی که مبعوث شد به پیامبری، دعوتش چی بود؟ که مردم از بردگی انسان ها نجات پیدا کنن، دختران رو زنده به گور نکنن، ظلم و ستم به همدیگر نکنن، برابری باشه، زن و مرد بین زن و مرد برابری وجود داره، مساوات وجود داره، احترام و عدالت اجتماعی و غیر ذالک وجود داره. این اتفاق که رخ داد، خب مشرکین مکه نتونستن تحمل کنن، آمدن شروع کردن به قتل و کشتار، یاسر را کشتن، سمیه را کشتن، شکنجه دادن پشت سر هم. خب مسلمانان، رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که شرایط بسیار بحرانی، گفت برم طائف. اصلا رسول الله هیچ دست به اسلحه نبرد و دستور ترور، در حالی که فداییانی داشتن که میتونستن تک تک اهل مکه را ترور کنن، این کار انجام نداد. رفت طائف پاسخش سنگبارانش کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فرشته عذاب نازل شد، گفت نه خیر، من دوست ندارم عذاب بر این قوم برسه. خب رسول الله افراد را فرستاد به حبشه. بعد از اون خیلی مختصر، بعد از اون خب برنامه ترور رسول الله ترتیب داده شد. شرایط رسول الله فقط گفتگو آزادی بیان بود که آقا دختران خود زنده گور نکنید، زن و مرد برابرن، عدالت اجتماعی غیر ذالک. به هر صورت وقتی رسول الله به مدینه رفت، اموال رسول الله را غارت و مصادره کردن. من از آقای ایجادی میپرسم، آقا رسول الله باید چیکاری انجام میداد؟ اموالشون مصادره شد، غارت شد، باید دست رو دست میگذاشتن. خب دستور آمد که برید اموالتون بازپس بگیرید. جنگ صورت گرفت، مشرکین مکه نمیتونستن تحمل کنن. من این سوال رو از آقای ایجادی میپرسم، پیامبر بعد از این که هجرت کردن به مدینه، ایشون تاریخ مطالعه کردن، چه کاری باید انجام میدادن در مقابل اموال غارت شده؟ این از این. بعد سوالی که اینجا مطالبی که ایشون مطرح فرمودن، من و جالب اینجا از رسول الله بعد از اینکه مکه رو فتح میکنه همه رو عفو میکنه. 10,000 جنگجویی که شمشیرشون برهنه بود، اگر دستور میداد قتل عام کامل کل مکه رو به خاکستر میکردن. آقای ایجادی پاسخ بدن چرا رسول الله این کار انجام نداد؟ 23 سال با رسول الله جنگیدن، ولی رسول الله 20 سال به تعبیر دقیق‌تر، ولی رسول الله این کار انجام نداد. به هر حال ایشون فرمودن که 6300 آیه، من تصمیم 6600 آیه در قرآن زیاد مهم نیست، اما مسئله اینجاست که ایشون فرمودن 1000 آیه در ستایشش خشونته. بله. این گوی و این میدان، جناب آقای حسین باش، شما وکیل من باشید، یک آیه از قرآن پیدا کنه و فرمودن که گفته در راستای قتل عام کردن منافق و قتل عام کردن مشرک و قتل عام کردن یهودی. شما بگو بله. منم شنیدم. من نمیگم قتل عام نمیگم، گفته باشه قرآن یک آیه که بیدید یهودی رو بکشید، بلکه قرآن گفته که اگر شما یهودی در سرزمین اسلامی بکشید، حدیث پیامبر این که اگر یهودی در سرزمین اسلامی بکشید، مسیحی رو در سرزمین اسلامی بکشید، منافق، خود رسول الله به زنش تهمت زدن، حد اجرا نکرد. گفت اگر این کار انجام بدید بوی بهشت به مشامتون نمیرسه. ولی لحاظ شما در سرزمین خلافت اسلامی میبینید در زمان ابوبکر و عمر یهودیان و مسیحیان و آتشکده‌های زرتشتیان و غیر در سر تا سر همون قبطیای مصر مگر دیروز متولد شدن، از قبل اسلام بودن، هنوز هم هستن. پس چرا قتل عام نشدن اینا در سرزمینشون به جرم دین به هیچ عنوان؟ به هر صورت من یک آیه رو فقط میخوام، نه آیاتی که در مورد جنگ، بله در میدان جنگ وقتی دشمن اومده اموال تو رو غارت کرد. من از خود آقای ایجادی میپرسم، در بازار مثلا میخواد راه میره، یک نفر موبایلشو از دستش میگیره، بعد میگه آقا شب بخیر، آقا به سلامت برسی به خونه، یعنی میره دنبالش تا میتونه پلیس زنگ میزنه، اموالش ازش بازپس میگیره. خب پیامبر خدا به من بگه پیامبر خدا چه کاری انجام میداد؟ به هر دلیل ایشون فرمودن که در ستایش خشونت وجود داره یک آیه من درخواست کردم که غیر از میدان جنگ باشه و این طلب من. سوال دوم که پیامبر با چه کاری انجام میداد؟ و ایشون فرمودن که در قرآن هیچ گونه پیام انسان دوستانه وجود نداره. ولقد کرمنا بنی آدم چیه؟ یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. اصلا صحبت از دین نشده، گفته همه مردم شما برابرید. پس اینا پیام چیست که ایشون میگه؟ بعد میگه در قرآن از بندگان مؤمنین و مؤمنان فقط نام برده شده. خب این ولقد کرمنا بنی آدم گفت. و در واجبات خمس ما در اسلام داریم، میدونید واجبات خمس جناب آقای حسین بر، این در نصوص دین حق حیات، تازه حق حیات خاص به مؤمنین که نه، به انسان ها هم نیست، حق حیات به حیوانات، به محیط زیست. رسول الله زنی گربه را در قفس کرد، گفت این زن به خاطر کشتن این گربه وارد جهنم میشه.
مؤمن نماز، روزه، زکات، حج همه انجام میداد. حق حیات برای حیوانات، درختان گفته هر کسی درختی رو قطع کنه مرتکب گناه شده. بله. حق عقل، حق دین، حق ثروت، حق ناموس، شرف، واجبات خمسه در نصوص دین وجود داره. بله، تشکر.